ستاد مبارزه با کرونا ویروس روسیه خبر داد که طی یک شبانه روز اخیر در این کشور بیش از 33,000 حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت شده. روز 14 اکتبر به علت پاندمی 1002 نفر جان باختند. از زمان شروع پاندمی این بار اول است که شماره قربانیان کرونا ویروس در روسیه در یک شبانه روز از مرز 1000 نفر گذشت. در عموم از شروع پاندمی کرونا ویروس در روسیه سبب مرگ بیش از 222,000 نفر از جمله دهها مهاجر تاجیک شده است. بنا به امور رسمی جمع گرفتار شدگان به کرونا ویروس در روسیه به 8 میلیون نفر نزدیک می شود که از این شماره نزدیک 7 میلیون شفا یافته 222,000 جان دادند. روسیه از لحاظ تلفات از کرونا ویروس در جهان در جای پنجم قرار دارد. دانستن این امور بخصوص برای 1 میلیون مهاجر تاجیک که در روسیه کار و زندگی می کند خیلی مهم است. به ویژه در این شبانه روز آغاز موسم بازگشت مهاجران از روسیه به وطن. طبیبان در تاجیکستان خواف دارند که موسم بازگشت مهاجران از روسیه، کشوری که با موج فوق‌العاده عظیم کرونا ویروس روبرو شده است، می تواند منجر به اوج دیگرباره این بیماری در تاجیکستان شود. مقامات رسمی تاجیکستان که از 13 سپتامبر به این طرف در طول بیش از یک ماه ادعا داشتند که گویا در کشور یگان حالت نو سرایت شهروندان به کرونا ویروس ثبت نشده است، روز 15 اکتبر دو مورد نو گرفتاری به پاندمی را اعتراف کردند. هرچند شام 16 اکتبر وزارت تندرستی دیگرباره ادعا کرد که در یک شبانه روز اخیر یگان حالت نو ثبت نشده است، ولی به این ادعا کم کسی باور میکند، حتی در خود آن وزارت.